این کلمه‌ای که نوشتم کی میتونه بگه این یعنی چی؟ بچه‌ها ببینید طبق آخرین چیزی که توی خدمت شما عرض کنم که سیستم آموزشی مشخصه، واسه من میگم بچه‌ها اینقدر با بچه‌ها صحبت کردیم یادت که طبق آخرین سیستم روانشناسی و آموزشی این کاملا طبق تاییدیه علمی داره از بهترین کشورهای جهان. این توی آخرین کنفرانس مطبوعاتی سان فرانسیسکو اعلام شده که دارم خدمت شما عرض می‌کنم. نهایتاً شاید مثلا 4 ماه 5 ماه از این ماجرا میگذره. اومدن دانشمندان جهان، کسایی که توی حوزه آموزش، توی حوزه پرورش کار میکنن، اومدن و یک گردهمایی تشکیل دادن. طی این گردهمایی به این نتیجه رسیدن، به این فرمول استاندارد رسیدن که میگه 10,000 ساعت. یعنی چی؟ یعنی اینکه برای اینکه شما بخواید توی هر چیزی پروفشنال و حرفه‌ای بشین، نیاز به 10,000 ساعت زمان نیاز دارید. یعنی شما به صورت 10,000 ساعت باید متمرکز روی یک بحث خاص روی اون کار کنید تا توی اون زمینه حرفه‌ای بشید. این یعنی چی؟ اینجا با مثال براتون مثال زدم. مثلا اگر ما بخوایم یک سال تمام که 365 روز در نظر بگیریم، شما اگر در هر سال و در هر روزی 8 ساعت بتوانید به صورت میانگین متمرکز روی یک ماجرایی باشی، 3 سال و نیم طول میکشه که جزء بهترین افراد در کشور خودت خواهی شد توی اون حوزه. مثالشو بدید. من این گوشی رو میندازم بالا، شروع میکنم به روپایی زدن. خب روزی 8 ساعت 3 سال و نیم اگر مداوم این کارو کنم، بهترین روپایی زن با گوشی در کشورم میشم. حالا اگر روزی 8 ساعت نمیتونی وقت بذاری به صورت مداوم، روزی 5 ساعت وقت بذاری، 5 سال و نیم طول میکشه که جزء بهترین ها در کشور میشه. اگر روزی 4 ساعت طول زمان بذاری، میشه گفت 7 ساعت طول میکشه که جزء بهترین ها در کشور بشی. و اگر روزی 3 ساعت زمان بذاری، 9 سال طول میکشه تا جزء بهترین ها بشی. حالا ما برنامه‌مون چیه برای هنرجوهای شما؟ برنامه ما اینه که طی یک مسیر 3 ساله‌ای که ما اینا رو رشد میدیم و یک زمانی رو براشون میذاریم، باید دانش آموز شما زمانی که تشریف میاره با هنرستان متمرکز بیاد. اگر میخواد نتیجه بگیره. دانش آموزی که شب قبل تا ساعت 2 شب ال کلاسیکو رو دیده نمیتونه متمرکز باشه. دانش آموزی که شب قبلش دغدغه‌ای رو داشته با کی برم بیرون با کی بیام تو نمیتونه متمرکز باشه. اگر به صورت متمرکز بتونه دانش آموز این 3 سال رو وقت بذاره، از اون طرف من نمیگم 5 سال، 3 سال 4 سال هم توی دانشگاه وقت بذاره. خب روی 7 سال در نظر بگیریم. خب روی 7 سال در نظر بگیریم، روزی 4 ساعت فقط کافیه متمرکز بشه تا جزء بهترین ها بشه. بچه‌ها این مثالی که دارم میزنم یک مثالی نیستش که بگی دور از دسترسه، بگی نشدنیه. دور و بر شما بسیار آدم‌های فراوونن که خود شما میتونید تک تکتون بیاین بالا برای من قصه بگین فلانی هیچی نبود، فلانی هیچ کار نشد، با تلاش و کوشش و استمرار سر 7 سال تونست زندگی خودش رو از اون رو اون اتفاقی که دیگه بگی توی یک شب قراره یک اتفاق بیفته، یک لحظه قراره اتفاق بیفته، همچین چیزی نادره. نمیگم نمیشه، نادره. یعنی خیلی کم امکان داره اتفاق بیفته. ولی سیستم متد استاندارد آموزشی داره به ما این رو میگه اگر میخوای حرفه‌ای بشی توی کسب و کارت، واقعا بیا وقت بذار، انرژی بذار. من این رو روزی که فهمیدم خودم شروع کردم. ببخشید تعریف از خود میگم کار اشتباهی. من اصلا نیومدم اینجا که تعریف از خود بکنم بگم آقا مثلا من فلان و بیسار و اینا. اما یک نکته رو میخوام صرف این که متوجه باشید. من یک مدرک کارشناسی داشتم در مدیریت فناوری اطلاعات. چند سال و زمان گذاشتم، چیزی حدود 3 سال و نیم طول کشید. الان حالا همکاران بزرگوار در جریانن. طی همین چند روز پیش دکترا مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران قبول شدم. هدف من این بود. هدف دانش آموز شما ممکنه چیز دیگری باشه. هدف خود شما ممکنه چیز دیگری باشه. هدف بچه اصلا مسیر منظورم این نیستش که هممون بیایم بریم مهندس تاسیسات بشیم، هممون بریم مهندس کامپیوتر بشیم، هممون بریم مهندس معمار بشیم. نه، هر هدفی که برای خودت، برای خانواده‌ات، برای فرزندت در نظر گرفتی، این وقتشو باید بهش بدی. این
زمانی 10,000 ساعت کار میکنه که متمرکز کار کنی. کل این قانون داره اینو میگه اگر میخوای روی یه چیزی وقت بذاری تمرکز داشته باش. بعد اومده بود میزان کارکرد کشورهای مختلف رو بررسی کرده بود که مثلا طی 8 ساعت کاری تو کشورهای مختلف چه میزان تمرکز وجود داره. چه میزان تمرکز وجود داره و شاید باورتون نشه از پایین جز 3-4 تای اول بودیم ما. که یعنی اگر یک کارمند، یک کارگر، یک مهندس داره تو کشور ما کار میکنه 8 ساعت در روز داره کار میکنه به صورت مفید 1 ساعت و نیم فقط کار میکنه. بالاترین کشور بچه‌ها کدومه؟ ژاپن. آفرین، همتون پس مشخصه که میدونید. دومی کشور کره جنوبی. و توی کره جنوبی طی خدمت شما عرض کنم مراسمی از وزارت کارشون درخواست کرده بودن که ما 4 روز تقویممون تعطیلی اضافه داده. اگر این 4 روز رو بگیریم از تقویممون توی یک تقویم 10 ساله ما میتونیم ژاپن رو توی اقتصاد بگیریم. کشورهای دنیا اینجوری برنامه‌ریزی میکنن، اینجوری به سمت هدفاشون حرکت میکنن. طرف میگه کل کشور 4 روز اگر اضافه بیاد در 10 سالش میشه 40 روز. توی این 40 روز پیشرفت اقتصادی ما یک کشور دیگه رو جابجا می‌کنیم. رتبه‌مون عوض میشه. بعد ما میزان وقت و انرژی و انگیزه‌ای که برای کار کسب و کار اصلا دانش آموزان چه برای خودمون میذاریم چقدر؟ اصلا هر روز میریم در مغازه‌های کرکرات میدیم بالا. چقدر متمرکز رو کار کنیم. این قانون رو گفتم که به خودم یاد بگیرم. جمال صاحبی، اگر هدف داری یک روزی در آینده به یک جایگاه بالاتری برسی، یک اتفاق بهتری بیفته، باید روی کارت متمرکز باشی. و تمرکز رمزیه که راه موفقیته. راه موفقیت هم خیلی مسیر درستی رو داره میگه راه موفقیت. یعنی چی؟ نمیگه رسیدن به موفقیت، راه موفقیت یعنی باید بپیمایی یه دانش آموز تا برسه بهش. و این به نظر من یکی از بهترین و جذابترین آموزه هاییه که چند سال اخیر بنده گرفتم. اگه خوشتون اومد خودتون تشکر.